بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا. عرض سلام خدمت شما. بریم سراغ حل سوالات امتحانات نهایی ریاضی 12 تجربی خرداد 1403. سوال اول بخش الف درباره درستی یا نادرستی است. بخش الف میگه در نقطه اکس ترم نسبی تابع یک نقطه بحرانی آن است. اکس ترم نسبی منظورش یا ماکسیموم نسبیه یا مینیموم نسبیه. مثلا این تابع رو به این صورت شما در نظر بگیرین. اینجا ما این قله ای که اینجا داریم یک ماکسیموم نسبیه، یعنی نسبت به نقطه های اطراف خودش بالاتره، ماکسیموم نسبی هست. اینجا ماکسیموم نسبی هست و اینجا این دره‌ای هم که اینجا داریم مینیموم نسبیه، یعنی نسبت به نقطه های اطراف خودش یه مقدار پایین تر هست. به اینجا ما میگیم مینیموم نسبی. پس گزینه الف که گفته هر نقطه اکسترموم نسبی تابع یک نقطه بحرانی آن است. آره، اکسترموم نسبی نقطه بحرانی محسوب میشه طبق متن کتاب درسی. قسمت ب میگه تابع f(x) مساوی است با رادیکال x با فرضیه 3 در x مساوی با 0 مشتق پذیر هست. خب ما بریم تابع مشتقش رو بنویسیم ببینیم چجوریه. اگر که f(x) برابر باشه با رادیکال x با فرضیه 3 یا همون x به توان 1/3 در واقع باشه، x به توان 1 هست با فرضیه 3، پس میتونیم بنویسیمش x به توان 1/3. بخوایم ازش مشتق بگیریم f پریم x میشه چی؟ میشه نگاه کن این 1/3 رو خودش رو بنویس، 1/3 ضرب داره یک واحد از این 1/3 کم بکن میشه x به توان منفی 2/3. 1/3 منهای 1 میشه منفی 2/3. خب پس الان ما داریم یه 1 توی صورت، تو مخرج هم یه دونه 3 داریم. x به توان منفی 2/3 توی صورت بره تو مخرج میشه x به توان مثبت 2/3. خب این x به توان مثبت 2/3 رو هم میتونیم بنویسیم، 1/3 که خودشو داشتیم میشه x به توان 2 با فرضیه 3. خب الان f پریم x پس شد 1/3 ضرب در تو مخرج هم داریم رادیکال x به توان 2 با فرضیه 3. الان میگه در x مساوی با 0 مشتق پذیره. الان ما میتونیم توی این مخرج x رو مساوی با 0 قرار بدیم. اگر ما بخوام f پریم 0 رو به دست بیاریم نگاه کن تو مخرج میشه 0 ضرب در 3 هم میشه 0. تو صورت داریم 1 تو مخرج داریم 0. 1/0 ما همین چیزی نداریم، پس این جمله نادرست از قسمت ب. و قسمت ج میگه در تابع f(x) مساوی است با 4 به اضافه رادیکال x منهای 1 دامنه تابع f اینورس او f(x) برابر هست با 1 تا بی نهایت. خب f اینورس f(x) رو ما میخوایم دامنش رو به دست بیاریم. خب پس اون چیزی که اول کار توی این تابع میخواد بشینه جوابش چی میشه؟ میشه دامنه همین f(x). ما اول باید این f(x) رو به دست بیاریم دیگه، بعد f اینورس f(x) رو به دست بیاریم. پس دامنه این تابع رو ما باید به dست بیاریم، یعنی دامنه تابع f(x). خب 4 به اضافه یه عبارت رادیکالی. ما میدونیم دامنه یک عبارت رادیکالی میشه زیر رادیکال، یعنی x منهای 1 بزرگتر از 0. خب x منهای 1 میخواد بزرگتر از 0 باشه، پس x باید بزرگتر از 1 باشه، یعنی 1 تا مثبت بی نهایت میتونه دامنه این تابع ما باشه که ازمون خواسته. پس این جمله هم جمله ای درست هست. این از سوال 1. بریم سراغ سوال بعدی. سوال شماره 2 میگه جای خالی رو با عبارت یا عدد مناسب کامل کنید. الف تابع gx رو بهمون داده، میگه در بازه داده شده اکیداً نزولی هست. حد اکثر مقدار آ برابر جا خالی است. نگاه کن ما اولا اینجا ضریب x2 هست 1 دیگه، وقتی چیزی ننوشته یعنی 1 و مثبت 1 هم هست. وقتی که ضریب x2 مثبت هست یعنی تابع ما یک فرم کلی که داره رو به بالا هست، سهمی ما رو به بالا هست. خب بعد داره میگه اکیداً نزولیه. خب کجاها اکیداً نزولیه؟ نگاه کن گفتم از منفی بی نهایت تو مثبت آ. خب اینجا باشه منفی بی نهایت، مثلا xش اینجا باشه منفی بی نهایت، اینجا تا مثبت آ میخواد نزولی باشه. نگاه کن پس اینجا ها نزولیه تا اینکه بیاد به این رأس سهمی برسه. خب پس از منفی بی نهایت تا این آیی که گفته اینجا همون رأس سهمی هست. خب پس اینجا میشه تا رأس
سهمی که رأس سهمی رو هم اینجا ایکسش رو با حرف آ نشون داده و میگه که این آ چقدر هست. خب ما رأس سهمی رو میخوایم به دست بیاریم، باید چیکار بکنیم؟ باید بنویسیم که منفی b بر روی 2a که 2 تا از این ضریب x هست. این آیی که اینجا داریم این نیست. پس x رأس سهمی میشه منفی توی صورت ضریب x تو مخرجم 2 تا ضریب x به توان 2. خب میشه منفی ضریب x که اینجا هست منفی 4، ضریب x به توان 2 هم که هست 1، یه دونه 2 هم گفتیم 2 تا از این عدده، منفی 4 که میشه مثبت 4 تو مخرجم داریم 2، 4 تقسیم بر 2 میشه 2. پس x رأس سهمی میشه 2. قسمت ب میگه مقدار عددی عبارت سینوس 15 ضرب در کوسینوس 15 رو به دست بیارید. خب ما میدونیم به صورت کلی سینوس 2x مساوی است با 2 تا سینوس x در کوسینوس x. الان ما نگاه کن، سینوس x ضرب در کوسینوس x رو میخوایم، سینوس 15 ضرب در کوسینوس 15 رو میخوایم. پس ما این دو طرف رو تقسیم بر 2 بکنیم. تقسیم بر 2 که بکنیم این 2 با این 2 میره، اون طرف هم داریم سینوس 2x تقسیم بر 2. پس اینا رو که اضافی ان دیگه پاکش بکنیم. خب الان به جای x ما میخوایم 15 بذاریم دیگه. سینوس 15 ضرب در کوسینوس 15 درجه مساوی است با سینوس 2x تقسیم بر 2. یعنی سینوس 2 تا 15 تا که میشه 30 تا تقسیم بر 2. سینوس 30 درجه که میشه 1/2، تو مخرجم داریم 2، 1/2 تقسیم بر 2 میشه 1/4. پس قسمت ب جوابش میشه 1/4. و قسمت ج میگه اگر صفحه پی در یکی از موقعیت ها با مولد سطح مخروطی موازی باشد و از رأس آن عبور نکند شکل حاصل چجوری میشه؟ خب اینا رو مپاکش بکنیم. شکل حاصل به چه صورت میشه؟ نگاه کن این دی، نگاه کن این که خط المون هست، اگر که این دی همینطور اینجا داره به این صورت مشاهده میکنید داره میچرخه، این میشه مولد. خب میگه اگر صفحه پی در یکی از مولدها با سطح مخروطی موازی باشد، یعنی دی موازی باشه با این صفحه‌ای که اینجا داریم، خب و از رأسش هم عبور نکنه، یعنی از اینجا هم عبور نمیخواد بکنه، شکل حاصل میشه به چه صورت؟ یه دونه سهمی میشه، نقاط برخورد اون صفحه و مخروط ما به صورت یک سهمی خواهد بود. شکل حاصل پس سهمی است. این از کتاب درسی هست. بریم سوال بعدی، سوال شماره 3. میگه به کمک انتقال نمودار تابع y مساوی با x به توان 3 نمودار این تابع داده شده رو بیاین رسمش کنین. خب ما میدونیم فرم کلی تابع y مساوی با x به توان 3 به این صورت است. این باشه محور x، این باشه محور y. فرم کلی y مساوی با x به توان 3 به این صورت است. مثل کلمه لور می‌نویسنش. خب مثل کلمه لور می‌نویسنش. به این تابع لور هم میگن. خب y مساوی است با x به توان 3 به این صورت هست. الان ما دو تا انتقال داریم. یک انتقال اول بیام حالا پس نمودار اون رو رسم بکنیم، فرم کلیشون رو برای هر دو تا انتقالی که میخوایم انجام بدیم. الان یه بار x مون با یه منفی 2 جمع شده توی پرانتز، یه بار خارج از پرانتز با مثبت 1 جمع شده. خب وقتی که داخل پرانتز با یه چیزی جمع میشه باید چی کار ما بکنیم؟ نگاه کن، اگر اون عدد منفی بود باید تابعمون بره سمت راست، اگر مثبت بود باید بره سمت چپ. الان x منهای 2 به توان 3 هست. خب پس باید 2 واحد بره به سمت راست. اگه منفیه باید بره به سمت راست، برخلاف همیشه است دیگه. اگر منفی شد پس باید بره به سمت، اینجا باشه 1 واحد، اینجا باشه 2 واحد. خب پس یک همچین فرمی رو این تابع ما خواهد داشت. این الان میشه تابع y مساوی است با x منهای 2 به توان 3. هنوز به اضافه 1 رو اعمال نکردیم. اگر که حالا خارج از پرانتز با یه عددی جمع شد یا تفریق شد باید چی کار کنیم؟ اگر جمع شد یه باید میره بالا، اگر تفریق شد یه باید میاد پایین. الان پس اینجا xش تا 2 رسیده بود، الان yش هم تا 1 میره بالا. خب به این صورت پس میشه رسمش کرد.
این در واقع تابع رو الان اگر که x در واقع اگر که میخواد y باشه 0 به این صورت، حالا پس یه همچین فرمی رو این نمودار ما خواهد داشت. الان اگر که ما y رو هم در این، پس این شد y مساوی است با x منهای 2 به توان 3 به اضافه 1. خب بریم سراغ سوال بعدی. میگه در شکل روبرو نمودار تابع f رسم شده. اگر حالا ببین الف، نمودار تابع g با ضابطه gx مساوی است با 2 تا. سوال 4 میگه در شکل روبرو نمودار تابع f رسم شده. نمودار تابع g با ضابطه gx مساوی است با f 2x رو بیاید رسم بکنید. خب بریم سراغ رسم نمودارمون. محورهای y و x رو هم رسم کردیم. خب الان نموداری که ما داریم، نگاه کن، داخل پرانتزمون ضرب در 2 شده. وقتی که داخل خود پرانتز ضرب در 2 میشه، ما باید تابع اون رو یه مقدار جمع تر رسم بکنیم در راستای محور x. x مون ضرب در 2 شده، پس ما باید اون رو نصف بکنیم. در واقع وایش تغییر نمیکنه ها، چون که بیرون از این پشت این f چیزی نیست. خب اگه مثلا بود 5 تا f 2x اون وقت فرق میکرد. الان خود f 2x رو میخواد. خب این x ضرب در 2 شده، پس باید جمع شدگی نسبت جمع شده اون باشه 1/2. خب اینجا از 0 میومد تا 2، اینجا xش از 0 میومد تا 2، الان باید از 0 تا 1 بیاد. اینجا از 0 تا 1 بیاد، یه خط به این صورت تا اینجا رسم میشه. این از این تابعمون. بعد اینجا از 2 تا 4 میرفت. خب تو نقطه 4 برخورد میکرد به محور x، الان باید نصف بشه. بعد تو نقطه 2 برخورد کنه به محور x. باید تو نقطه 2 برخورد کنه به محور x و یک همچین فرمی رو ما برای تابع g خواهیم داشت. و قسمت به میگه مقدار g o f0 رو به دست بیاریم. g o f0 یعنی g f0 رو بیاریم به دست بیاریم که چقدر هست. خب f0 این که نمودار تابع f بود که خود سوال به همون داده بود. خب این که نمودار تابع f بود. حالا f0 چند میشد؟ اگر x رو میدادیم ما 0، وایش به دست میومد 2، پس f0 میشد 2. خب پس ما باید g2 رو به دست بیاریم. g2 میشه چند؟ این نمودار g تو وقتی که x شده 2، وایش شده 0، پس g2 میشه 0. اینم از این. قسمت بعدی و سوال در واقع 5 میگه که تابع fx رو در نظر بگیرید، دامنه و ضابطه تابع وارونش رو پیدا بکنید. خب ما وقتی که میخوایم یک ضابطه رو وارون بکنیم باید چی کار کنیم؟ به جای fx می‌نویسیم y مساوی است با رادیکال x به اضافه 4 منهای 1. این از بازنویسی خود سوال. حالا ما وقتی میخوایم تابع رو وارون بکنیم باید x رو خودش رو تنها بکنیم. الان x چه مشکلی داره که تنها نیست؟ با یه 4 جمع شده، بعد زیر رادیکال قرار گرفته، بعد یه منهای 1 هم شده. اولین کاری که ما میکنیم اینه که این منفی 1 رو میبریم اون طرف تساوی، علامتش عوض میشه، میشه مثبت. خب میشه y به اضافه 1 مساوی است با رادیکال x به اضافه 4. الان این x چه مشکلی داره؟ زیر رادیکال هم هست، پس بریم دو طرف رو به توان 2 برسونیم. به توان 2 برسونیم میشه y به اضافه 1 به توان 2 مساوی است با رادیکال x به اضافه 4 هم به توان 2 برسونیم میشه x به اضافه 4. خب الان این x چه مشکلی داره؟ با یه 4 هم الکی جمع شده. خب این مثبت 4 رو ببریم اون طرف تساوی، علامتش عوض میشه، پس میشه y به اضافه 1 به توان 2 منهای 4. حالا x که خودش تنها شد، الان ما ضابطه تابع وارون رو میخوایم. الان جای x و y رو عوض بکن. خب پس جای x رو y رو عوض بکنیم، ضابطه تابع وارون به دست میاد. تابع وارون هم که با حرف f اینورس نشون میده. میگه f اینورس x مساوی است با، به جای y بذار x، میشه x به اضافه 1 به توان 2 منهای 4. خب x به اضافه 1 به توان 2 منهای 4. این میشه ضابطه تابع وارونمون. و بعد حالا ضابطه رو ما به دست آوردیم، دامنه تابع وارون هم سوال از ما میخواد. نگاه کن، دامنه تابع وارون یا f اینورس برابر هست با برد تابع اصلیمون، برابر هست با برد تابع
اصلی. خب الان برد این تابعمون به چه صورت هست؟ نگاه کن، اگر که اینجا ما x رو بذاریم -4، کل این عبارت رادیکالیه میشه 0، یعنی کمترین مقدار این عبارت رادیکالی میشه 0. خب این باشه 0، اونم که منهای 1 داره، یعنی در بدترین حالت ممکن و در کمترین مقدار ممکن این f(x) مقدارش هست -1، یعنی بردش میشه از حداقل -1 تا دیگه حالا هر چقدر این x رو بیشتر بکنیم اونم بیشتر میشه دیگه. پس از -1 تا مثبت بی‌نهایت که دامنه که در واقع برد تابع اصلی هست، دامنه تابع وارونمون هم هستش. از این سوال بریم سراغ سوال بعدی. سوال شماره 6 گفته اگر بیشترین و کمترین مقدار تابع داده شده به ترتیب 9 و 3 باشه، ماکسیموم مقدار باشه 9 و مینیموم مقدار این تابع هم باشه 3، الف مقادیر قدر مطلق آ و سی رو بیاید به دست بیارید. خب برای قدر مطلق آ نکن وای مساوی است با آ سینوس 8x به اضافه 3. قدر مطلق اون ضریب سینوس رو ازمون میخواست. خب قدر مطلق آ میشه ماکسیموم مقدار تابع منهای مینیموم مقدار تابع تقسیم بر 2، ماکسیمومش که هست 9، مینیمومش هم که هست 3 تقسیم بر 2 شم بکنیم 9 منهای 3 که میشه 6 تقسیم بر 2 میشه 3. پس قدر آ شد 3. اما برای سی باید ماکسیموم رو به اضافه مینیموم بکنیم و به 2 تقسیم بکنیم. 9 به اضافه 3 که میشه 12 تقسیم بر 2 هم که میشه 6. پس عدد برای سی هم به دست آمد عدد 6 و به این صورت به دست میاد و قسمت به دوره تناوب تابع رو ازمون میخواد. خب دوره در واقع تناوب برای یک تابع سینوسی به این صورت هست، می‌نویسیم 2p تقسیم بر ضریب x که ضریب x رو هم حالا با حرف b نشون میدیم و ما قدر مطلقش هم کار داریم. خب میشه 2p تقسیم بر ضریب x، اینجا چند 8 دیگه، 2p تقسیم بر 8 یا صورت و مخرج رو به 2 ساده بکنیم دوره تناوب میشه p 4. مشاهده میکنید سوالات بسیار ساده و روان هستن واقعا و خیلی پیچیدگی به اون صورت ندارن و فقط یه مقداری نیاز هست که شما دقت به خرج بدید تا بتونید این سوالات رو انشالله پاسخ بدید. سوال شماره 7 میگه کوسینوس 2x مساوی است با 1/2. جوابهای این معادله رو حالا بیاین در بازی 0 تا p به دست بیارید. خب کوسینوس 2x که شده 1/2 و این 1/2 خودش برابر هست با کوسینوس چند؟ کوسینوس چند درجه میشه 1/2. کوسینوس 60 درجه میشه 1/2 یا p3. خب پس 2x برابر هست با p3. 2x مساوی است با، توی حل معادله‌های مثلثاتی بلد هستیم که باید بنویسیم 2k p مثبت یا منفی p3. خب 2x شده این عبارت. خب حالا ما میخوایم x رو به دست بیاریم، هر دوی این عبارت ها رو بر 2 باید تقسیم کنیم. 2k p تقسیم بر 2 که میشه k p مثبت منفی p3 و من میشه مثبت منفی p6. x به این صورت میشه. حالا گفته در بازه 0 تا p شما بیان این رو به دست بیارید. خب در بازه 0 تا p میخوایم به دست بیارین. خب یک بار k رو ما بذاریم 0، پس x میشه 0p به اضافه p6. 0p به اضافه p6 میشه همون p6. یک بار ما بیایم k رو بگیریم مثلا 1 و x رو ما به دست بیاریم. x میشه k p نگاه کن به اضافه میشه در واقع 1p که میشه همون p به اضافه p6 میشه 7p6. برای ما قابل قبول نیست. حالا بیایم از این منفی استفاده بکنیم. 1 ضرب در p منهای p6. از این منفیش هم استفاده بکنیم که میشه 5p6. پس x یا p6 هست یا 5p6 هست و میتونیم به این روش در واقع بیایم و جواب سوال رو به دست بیاریم. سوال بعدی وارد بحث حد شده. سوال شماره 8 میگه حدود زیر رو محاسبه بکنین و نماد جزء صحیح هم بهمون معرفی کرده که به چه صورت هستش. خب
برای این فرم نگاه اول که ما باید بریم بررسی بکنیم مثلا 0 0 رو میشه یا نه، که بریم رفع ابهام بکنیم یا نه. به جای x بذاری 1 تو صورت میشه 1 منهای 1، تو مخرج هم میشه 1 منهای 1 میشه 0 0 و میشه مبهم. خب پس مبهم هست، بریم سراغ رفع ابهامش. برای رفع ابهامش باید بنویسیم لیمیت همون عبارت رو بنویسیم اول x منهای 1 برای رادیکال x منهای 1 وقتی که x داره میل میکنه به سمت 1. خب ضرب در مزدوج این مخرجمون، مزدوجش میشه رادیکال x به اضافه 1، رادیکال x به اضافه 1 هم در صورت هم در مخرج این رو ما مینویسیمش. خب میشه لیمیت x داره میل میکنه به سمت 1. الان مخرج رو بخوایم جوابش رو به دست بیاریم، رادیکال x به توان 2 که میشه همون x منفی 1 ضرب در مثبت 1 هم که میشه منفی 1. داریم x منهای 1 در مخرج، تو صورت هم داریم یه x منهای 1 ضرب در یه رادیکال x به اضافه 1. خب این x منهای 1 با این x منهای 1 با هم دیگه ساده میشن. الان x رو ما جایگذاری بکنیم 1 میشه رادیکال 1 به اضافه 1 که میشه 2. قسمت بعدی میگه که لیمیت یه عبارتی رو داریم وقتی که x داره میل میکنه به سمت 5. خب وقتی x داره میل میکنه به سمت 5 بعد به توان 4 هم البته رسیده. خب میشه الان اینو ما بخوایم به دست بیاریم میشه 1 تقسیم بر، نگاه کن اگر شما بیاین 5 مثبت بذارین، گفته x میل میکنه به سمت 5، اگر x برابر باشه با 5 مثبت یعنی یه مقدار بیشتر از 5 باشه، خب 5 خورده منهای 5 میشه یه عدد خیلی خیلی ریزی. بعد به توان 4 هم میخواد برسه، یعنی اون عددی که نزدیک به 0 هست و 0 مثبت هست بخواد به توان 4 برسه، میشه یک عدد خیلی ریزی که باز هم مثبت هست که ما باز با حرف 0 مثبت نشونش میدیم. یا اینکه اگر x مون کمتر از 5 باشه و 5 منفی به اصطلاح باشه، منفی 5 نه 5 منفی یعنی یه مقدار خیلی ریزی کمتر از 5 باشه. خب اون وقت تو مخرج داریم 5 منفی منهای 5 به توان 2. 5 منفی یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم مثلا 4 ممیز 999 هزارم به توان 5 هم بخواد برسه، بخش به توان 4 هم بخواد برسه، تو مخرج داریم منفی 1000 به توان 4 بخواد برسه. 4 عدد زوجه، منفی هم داشته باشیم ما این پایین به توان عدد زوج برسه بازم میشه یه عدد مثبت. اینقدر این عدد کوچیکه که ما میتونیم به جاش بنویسیم 0 مثبت. خیلی این عدد کوچیک هست. 1 تقسیم بر 0 مثبت که این 0 حدی هست یعنی حدوداً 0 و دقیق هم 0 نیست. 1 تقسیم بر 0 مثبت میشه مثبت بی نهایت. پس جواب این قسمت ب شد مثبت بی نهایت. برای قسمت جیم میگه لیمیت این عبارت رو باز بیارین حساب بکنیم وقتی x داره میل میکنه به سمت 3 از سمت منفی. 3 از سمت منفی یعنی چی؟ یعنی مثلا میگم ما بگیر 2.99. خب پس میشه لیمیت توی صورت کسر که داریم 3 منهای براکت یا جزء صحیح 3 منفی. جزء صحیح 3 منفی یعنی جزء صحیح همین 2.99 میشه چند؟ میشه همون واحد کاملی که اینجا داریم تو اعداد مثبت، میشه همون واحد کامله که الان اینجا ما داریم 2 واحد کامل. خب 3 منهای 2 پس میشه تو مخرج هم داریم x منهای 3 وقتی x داره میل میکنه به سمت 3 از سمت چپ. خب توی صورت داریم 1، تو مخرج هم داریم 3 منفی منهای 3 به جای x بذاریم 3 منفی. تو صورت که داریم 1 تو مخرج داریم 3 منفی منهای 3. نگاه کن 3 منفی یعنی یه مقداری کمتر از 3، مثلا 2.99 منهای 3 میشه یه مقدار خیلی کمی منفی یا 0 منفی. 1 تقسیم بر 0 که میشه بی نهایت. تو صورت مثبت داریم تو مخرج منفی، مثبت تقسیم بر منفی میشه منفی. پس جواب میشه منفی بی نهایت. و قسمت آخر یه حد داریم وقتی x داره میل میکنه به سمت منفی بی نهایت. توی این حالت ما باید بیشترین توانها رو مد نظر داشته باشیم در صورت و مخرج. توی صورت بیشترین توانمون هست منفی 6 تا x به توان 3. تو صورت تو مخرج هم داریم 2 تا x به توان 3، اون عبارتی که بیشترین توان رو داره وقتی x داره میل میکنه به سمت منفی بی نهایت. خب x به توان 3 با x به توان 3 ساده میشه، منفی 6 تقسیم بر 2 میشه منفی 3. اینم از جواب این حد. سوال 9
میگه اگه نمودار تابع f از نقطه A بگذره و لیمیت f x منهای f2 تقسیم بر x منهای 2 هم برابر باشه با 3، معادله خط مماس بر نمودار f رو در نقطه A به دست بیارید. بگم فرض بکنیم ما یه معادله خط، مثلا یه خط داریم، یه منحنی داریم، مثلا به این صورت هست، یه تابعی داریم، تابع f مون به این صورت باشه، بعد معادله خط مماس بر نمودار f رو ما بخوایم. خب خط مماس بر نمودار f یه خطی به این صورت هست دیگه. حالا خط مماس هم فقط تابعمون رو در یک نقطه قطع میکنه، در یک نقطه، و گفته این نقطه هم مختصاتش هست 2 و 4. خود سوال گفته ما در واقع میخوایم به معادله خط مماس بر نمودار رو در نقطه A به دست بیاریم که این مختصاتش رو داریم و ما میدونیم فرم کلی معادله خط هم اینه دیگه، AX به اضافه B شیب خط ضرب در X به اضافه عرض از مبدأ. خب ما الان این چیزی که اینجا داریم تعریف مشتق f هست، fx منهای f2 تقسیم بر x منهای 2 تعریف مشتق تابعمون هست در نقطه 2، یعنی f پریم 2 رو بهمون داده 3. f پریم یعنی شیب خط، شیب خط یعنی همین آیی که اینجا دربارش صحبت کردیم، ax به اضافه b بود دیگه. خب پس y مساوی است با 3x به اضافه b. حالا ما نقطه داریم به نام a که مختصاتش هست 2 و 4، مختصاتش 2 و 4. به جای x بذار 2، به جای y بذار 4. شما به جای y بذار 4 مساوی است با 3 ضرب در x هم که هست 2 و بعد به اضافه b 3 دوتا که میشه 6 تا. خب 6 به اضافه چند میشه 4، حتما b بوده -2، عرض از مبدأ بوده -2. پس معادله خطمون رو ما بیام کامل بکنیم، y مساوی است با 3x منهای 2. این معادله خط مماس بر نمودار f هستش. اینم از سوال شماره 9. پس شیب در واقع اون معادله خطمون به دست اومد 3x منهای 2. سوال بعدی، سوال شماره 10، میگه با استفاده از تعریف مشتق شیب نیم مماس چپ تابع f(x) رو در نقطه 2 پیدا بکنید. خب ما میخوایم در واقع مشتق این رو به دست بیاریم، باید بنویسیم پس چی؟ نگاه کن، ما f پریم رو میخوایم در نقطه 2 از سمت چپ هم میخوایم. خب شیب نیم مماس از سمت چپ. خب این میشه لیمیت f(x) منهای f2 تقسیم بر x منهای 2 وقتی که x میل میکنه به سمت 2 از سمت چپ. خب داریم لیمیت یه خط کسری تو مخرجی که همون x منهای 2 وقتی که x داره میل میکنه به سمت 2 از سمت چپ. توی صورت f(x) مون هست قدر x به توان 2 منهای 4، قدر مطلق x به توان 2 منهای 4 منهای f2. خب به جای f2 رو ما بخوایم اینجا به دست بیاریم، f2 میشه قدر مطلق 2 به توان 2 منهای 4 که میشه همون 0. پس میشه 0. حالا این قدر مطلق هم ما اینجا بخوایم علامتش رو برداریم، همینجا دیگه نخوایم مجدد بنویسیم، همینجا بخوایم علامت قدر رو برداریم، باید مثبت این عبارت رو بنویسیم یا منفی. نگاه کن، ما داریم از سمت چپ به 2 نزدیک میشیم، یعنی عبارتمون اینجا بنویسیم x به توان 2 منهای 4 داریم، ما از سمت چپ داریم به 2 نزدیک میشیم، یعنی مثلا 1.99 داریم به توان 2 برسونیم، بازم به 4 نمیرسه. خب x به توان 2 منهای 4 به توان 2 هم برسونیم، اینو بازم به 4 نمیرسه، یعنی میشه مثلا 3.99 منهای 4، باز هم یک عدد منفی به دست میاد. خب وقتی که عدد منفی به دست میاد، ما باید قرینه این رو بنویسیم و قدر مطلق رو برداریم. پس میشه منفی x به توان 2 منهای 4 منهای 0. خب الان داریم لیمیت تو مخرج x منهای 2 تو صورت منفی x به توان 2 منهای 4 رو تجزیه بکنیم، x منهای 2 میشه در x به اضافه 2. حالا این x منهای 2 در صورت و مخرج با هم دیگه ساده میشن وقتی که x داره میل میکنه به سمت 2 از سمت چپ. الان پس ما f پریم 2 رو بخوایم به دست بیاریم از سمت چپ، بریم این 2 رو جایگذاری بکنیم تو صورت که داریم یه منفی x به اضافه 2 که x اونم هست 2، پس میشه 2 به اضافه 2. تو مخرج هم که 1 داریم، پس میشه منفی 4. بریم سراغ سوال بعدی.
مشتق تابع رو میگه به دست بیارید و البته ساده کردنش هم که خودش بنده خدا گفته که الزامی نیست. خب ما بخوایم مشتق این تابع رو به دست بیاریم باید به چه صورت عمل بکنیم؟ باید بنویسیم f پریم x مساوی است با یه عبارتی داریم به توان 3 مشتقش میشه 3 تا همون عبارت x منهای 6 به توان یکی کمتر 3 بوده میشه 2 به اضافه یه رابطه کسری داریم میخوایم مشتق ازش بگیریم. میدونیم وقتی که یه کسری داریم میخوایم ازش مشتق بگیریم میشه مشتق صورت در مخرج منهای مشتق مخرج در صورت تقسیم بر مخرج به توان 2. پس تو مخرج داریم مخرج به توان 2 یعنی رادیکال 2x منهای 1 به توان 2. حالا اینجا تو صورت کسر باید چی بنویسیم؟ مشتق صورت یعنی مشتق این 5x به اضافه 3 که میشه همین 5، این مشتق 3 که میشه 0، مشتق 5x هم که میشه همون 5. مشتق صورت در خود مخرج که هست رادیکال 2x منهای 1 منهای مشتق مخرج در صورت، مشتق مخرج در خود صورت هم که هست 5x منهای 3. مشتق مخرج نگاه کن الان ما رادیکال 2x منهای 1 داریم میخوایم ازش مشتق بگیریم به چه صورت میشه؟ داریم یه عبارتی داریم که زیر رادیکال میشه یو پریم مشتق این عبارتی که زیر رادیکال هست که مشتقش میشه 2 بر روی 2 تا رادیکال همون عبارتی که داریم 2x منهای 1. پس یو پریم یعنی مشتق تابع ما که زیر رادیکال هست تقسیم بر 2 تا از اون عبارت. خب حالا این دو هم در صورت و مخرج با هم دیگه ساده میشن و خواهیم داشت 1 بر روی رادیکال 2x منهای 1. الان تو این سوال تو امتحان نهایی این بخش خودش 25 صدم نمره داشته، این بخش 25 صدم، این بخش 25 صدم و مخرجم 25 صدم و همین بخش کوتاهی که میبینید 1 نمره در امتحانتون داشته. سوال بعدی رو بریم بررسی بکنیم. این سوال رو باز ما در مجموعه خط به خط هم بررسیش کرده بودیم قبلا. سوال 12 از خرداد 1403 هست از امتحان نهایی ریاضی 12 تجربی. میگه تابع f(x) مساوی است با x به توان 2 منهای x رو در نظر بگیرید. آهنگ تغییر متوسط تابع f رو در بازه 0 تا 2 به دست بیارید. خب ما آهنگ در واقع متوسط رو برای این بازه گفته شده بخوایم به دست بیاریم باید بنویسیم f2 منهای f0 تقسیم بر 2 منهای 0. 2 منهای 0 که تو مخرج میشه 2. توی صورت چی؟ f2 رو جدا به دست بیاریم f0 هم جدا. f2 که میشه نگاه کن x به توان 2 منهای x دیگه میشه 2 به توان 2 منهای 2. 4 منهای 2 که میشه 2. پس به جای f2 می‌نویسیم 2 و به جای f0 چی؟ f0 هم میشه 0 به توان 2 منهای 0 که میشه همون 0. داریم 2 منهای 0 تقسیم بر 2 تقسیم بر 2 هم که میشه 1. این از آهنگ متوسط برای قسمت الف. قسمت ب میگه که حدود x را چنان بیابید که آهنگ تغییر لحظه‌ای تابع f، تغییر لحظه‌ای یعنی مشتق، یعنی مشتق تابع f یعنی چی؟ یعنی f پریم. آهنگ تغییر لحظه‌ای تابع f یعنی f پریم از آهنگ تغییر متوسط بیشتر باشه، یعنی f پریم x بزرگتر باشه از آهنگ تغییر متوسط که به دستش آورده. میگه که حالا f پریم x میشه چی؟ نگاه کن ما f x رو داریم x به توان 2 منهای x بخوایم ازش مشتق بگیریم f پریم x میشه نگاه کن x به توان 2 مشتقش میشه چی؟ میشه 2x. این توان میاد پشت عبارت میشینه میشه 2 تا x به توان یکی از توان کم بکن، توان 2 بود الان میشه 1. 2 تا x به توان 1 میشه یا همون 2 تا x و منهای یه x هم که مشتقش میشه همون منفی 1. پس f پریم x شد 2x منهای 1. 2x منهای 1 بزرگتر است از 1. این منفی 1 رو ببریم اون طرف تساوی علامتش عوض بشه مثبت میشه 2x بزرگتر از 1 به اضافه 1 یعنی 2 هست. 2x بزرگتر از 2 هست پس x بزرگتر از 1 هست. اگر دو طرف رو تقسیم بر 2 بکنیم میشه x بزرگتر از 1. نم از سوال شماره 12. سوال 13 می در نمودار تابع مقابل طول نقاط ماکسیموم نسبی
مینیمم نسبی، ماکسیموم مطلق و مینیمم مطلق رو به دست بیارید. خب نسبی ها رو اول ما به دست بیاریم. نسبی یعنی جایی که نسبت به نقاط اطرافش، حالا یا اگه ماکسیموم نسبی بالاتر، اگه مینیمم نسبی پایین تره. خب الان نقطه ای با طول 2 که ما اینجا داریم نسبت به اطراف خودش پایین تره، نسبت به اطراف خودش. پس نقطه ای با طول x مساوی با 2 نقطه مینیمم نسبیه. نقطه با طول x مساوی با 3 ماکسیموم نسبیه. x مساوی با 3 ماکسیموم نسبیه. خب چون که نسبت به اطراف خودش، نسبت به چپ و راست خودش بالاتره. بعد نقطه ای به طول 4، نگاه کن اینجا دیگه مینیموم مطلق هست، هیچ نقطه ای وجود نداره که پایین تر از این نقطه اومده باشه. پس مینیموم مطلق میشه نقطه ای با طول 4 و ماکسیموم مطلق هم میشه باز جایی که بالاترین نقطه ای هست یا تابع اون رفته که اینجا ایکسش هست 1. نم از این سوال بسیار ساده هست و 4 تا 25 صدم راحت رو میشد از این سوال گرفت. سوال بعدی باز هم ساده هست، از بحث کاربرد مشتق هست. می مطابق شکل زیر نقطه آ در ناحیه اول دستگاه مختصات روی منحنی وای مساوی است با 12 منهای ایکس به توان 2 قرار داره. با استفاده از جدول تغییرات مختصات نقطه آ رو یه جوری پیدا کنید که مساحت مثلث قائم الزاویه او آبی بیشترین مقدار خودش رو داشته باشه، یعنی ماکسیموم خودش رو داشته باشه. خب نگاه کن نقطه بی که با نقطه آ طولشون با هم دیگه برابر هست، پس اینجا هر چقدر باشه طولش میشه x و این ارتفاع این مثلث هم که برابر خواهد بود با y در نقطه آ و ما میدونیم که مساحت مثلث قائم الزاویه، مساحت مثلث قائم الزاویه او آ بی برابر میشه با 1/2 قاعده ضرب در ارتفاع، 1/2 x ضرب در ارتفاعش هم که هست y. خب میشه 1/2 x ضرب در، به جای y هم که خود سوال گفته در واقع معادله این چیزی که ما داریم هست 12 منهای x به توان 2. 1/2 x ضرب در 12 منهای x به توان 2. خب 12x تقسیم بر 2 که میشه 6x، بعد x به توان 2 ضرب در x میشه x به توان 3 تقسیم بر 2 هم داریم، میشه منهای x به توان 3 تقسیم بر 2. خب این عبارت رو ما برای در واقع مساحت مثلث به دست آوردیم. الان ما می‌خوایم که مساحت مثلثمون بیشترین مقدار خودش باشه، ازش بریم مشتق بگیریم مساوی قرار بدیم با 0. پس اس پریم رو به دست بیاریم. اس یعنی مساحت. حالا ما می‌خوایم مساحتش رو به دست بیاریم، باید پس بیایم و مشتق بگیریم برابر با 0 قرار بدیم تا یه طولی بهمون بده که در اون مساحت مثلث ما بیشترین مقدار خودش رو داشته باشه. خب این 6x مشتقش میشه 6، بعد منفی x به توان 3 مشتقش میشه، نگاه کن حالا منفی که بذاریم x به توان 3 مشتقش میشه 3 تا x به توان 2. این 3 میاد پشت عبارت و از این توان x هم یکی کم بکن، 3 تا x به توان 2 تقسیم بر مخرج هم که داریم 2. حالا این رو ما باید مساوی با 0 قرارش بدیم. خب الان مساوی با 0 قرارش بدیم، پس میشه 6 مساوی است با این منفی 3/2 x2 میره اون طرف، میشه 3/2 x به توان 2. خب الان ما x به توان 2 رو میخوایم به دست بیاریم، باید بنویسیم معلوم تقسیم بر ضریب مجهولم که هست 3/2. حالا به این 6 هم یه مخرج 1 بدیم و دور در دور نزدیک در نزدیک، دور در دور 6 تا میشه 12 تا، نزدیک در نزدیک هم یه 3 تا که میشه 3 تا. 12 تقسیم بر 3 میشه 4. x به توان 2 شده 4. x بوده یا مثبت 2 یا منفی 2 و طبق شکل ما میدونیم که درباره نقطه مثبت داره صحبت میکنه، پس x باید برابر باشه با مثبت 2. خب پس نقطه منفی رو ما بحثی باهاش نداریم. اما حالا بریم سراغ اون جدول تغییرات در واقع که خود سوال ازمون خواسته. الان ما فهمیدیم، ما نگاه کن توی نقطه x مساوی با 2 ما مثلثمون بیشترین مساحت ممکن رو
خواهد داشت. اگر بخوایم جدول تغییرات رو هم رسم بکنیم طبق چیزی که خود سوال حالا بهمون گفته، اینجا برای نقطه 2 هست، اینجا هم برای 0 باشه، اینجا برای مثلا بخش مثبت ها باشه، حالا بعد از 2 باشه، و اینجا هم داریم اس پریم x. خب الان ما اینجا x رو که به دست آوردیم 2، ما معادله y رو داریم دیگه. y هست 12 منهای x به توان 2. x رو بذار 2، y میشه 12 منهای 2 به توان 2 که میشه 4، 12 منهای 4 هم که میشه 8. پس در واقع مختصات اون نقطه، مختصات نقطه A میشه نقطه‌ای با طول 2 و عرض 8. اینو ما مختصاتش اینجا به دست آوردیم. حالا جدول تغییرات هم بخوایم براش رسم بکنیم، ما توی نقطه 2 میخوایم بحث بکنیم. نقطه 2 برای اسپریم x، یه بار دیگه معادله اسپریم اینجا مرور بکنیم. اسپریم میشد 6 منهای 3x2 دوم. خب سمت چپش مخالف ضریب x2 باید بنویسیم. ضریب x2 بوده منفی، سمت چپش باید مخالفش باشه، پس باید بشه مثبت، و سمت راست باید بشه منفی. پس مساحت وقتی که ما میخوایم در واقع بیایم به دست بیاریم ببینیم به چه صورت هست، برای این SX به این صورت هست. پس که وقتی که x رو ما بدیم 2 و y مون هم که میشه 8، در این قسمت ها از x0 تا x2 رو به افزایشه و بعد از اون مساحت کاهش پیدا میکنه و بیشترین مساحت ممکن، یعنی S ماکسیموم، بیشترین مساحت ممکن در نقطه 2، در نقطه در واقع x مساوی با 2 خواهد بود، وقتی که در واقع نقطه A xش هست 2. سوال 15 میگه در یک بیضی فاصله کانونی که ما فاصله کانونی رو با حرف f پریم نشون میدیم، با طول قطر کوچک آن که قطر کوچک هم با حرف b پریم نشون میدیم، با همدیگه برابر هستن. خب f پریم برابر هست با b پریم. خب دو در واقع f پریم که میشه 2 تا c و b پریم هم که میشه 2 تا b. پس b و c با همدیگه برابر هستن. حالا سوال از ما میپرسه، میگه خروج از مرکز بیضی رو بیاید پیدا بکنید. خروج از مرکز که با حرف ای نشونش میدیم برابر هست با c تقسیم بر a. این از این. و بعد ما میدونیم به صورت کلی a به توان 2 مساوی است با b به اضافه c. ما الان نمیدونیم c و a نسبتشون به چه صورت است. a به توان 2 ببخشید مساوی با b به توان 2 به اضافه c به توان 2. اینو داشته باشید. حالا b و c با هم دیگه مساوی هستن، پس به جای b هم ما میتونیم بنویسیم c، پس میشه c به توان 2 به اضافه c به توان 2. پس داریم a به توان 2 مساوی است با 2 تا c به توان 2. خب a به توان 2 مساوی با 2 تا c به توان 2. الان ما نسبت c بر روی a رو میخوایم. خب نسبت c بر روی a رو میخوایم. ما الان این 2 رو ببریم تو مخرج a2 و این a2 رو ببریم تو مخرج c به توان 2. پس میشه 1/2 مساوی است با c به توان 2 بر روی a به توان 2. از دو طرف جذر بگیریم میشه 1 بر روی رادیکال 2 مساوی است با c بر روی a. 1 بر روی رادیکال 2 شد c بر روی a. 1 بر روی رادیکال 2 هم گویاش بکنیم میشه رادیکال 2 دوم. سوال 16 میگه اگر مرکز دایره‌ای به این صورت باشه. سوال 16 میگه اگر مرکز دایره داده شده که معادله گسترده‌شو بهمون داده برابر باشه با نقطه O با مختصات 1 و 2 الف، مقدار A رو پیدا بکنید که منفی A2 مساوی است با 1، پس A مساوی است با منفی 2. این از قسمت الفش. و قسمت ب میگه شعاع دایره رو بیان حساب بکنید. خب وقتی که ما معادله گسترده رو داریم باید بنویسیم 1/2 ضرب در رادیکال. فرمولش رو باید حفظ باشید که a به توان 2 به اضافه b به توان 2 منهای 4c میشه 1/2 رادیکال a به توان 2 a که هستش 1 ببخشید هستش 2 به توان 2 میشه 4 به اضافه b به توان 2. خب ما بیمون هم هست. خب ما بی هم داریم که به توان 2 برسه میشه 16 منهای 4 تا c هم که هست منفی 4 تا منفی 4 هم که میشه مثبت 16
16 با 16 میشه 32 با 4 میشه 36. پس داریم 1/2 رادیکال 36 هم که میشه 6 تقسیم بر 2 میشه 3. اینم از شعاع دایره. و اما سوال آخر گفته 3 تا ظرف یکسان داریم. در اولین ظرف 15 مهره قرار دارد که 3 تای آن قرمز است. در ظرف دوم هیچ مهره قرمزی وجود ندارد. در ظرف سوم 12 مهره داریم که 6 تاش قرمزه. با چشم بسته یک ظرف را انتخاب میکنیم و یک مهره از اون رو خارج میکنیم. با چه احتمالی این مهره‌ای که داریم قرمز هست؟ خب برای به دست آوردن این احتمال ما فرض بکنیم که ما الان 3 تا ظرف داریم، ظرف اول، دوم و سوم. خب بیام یک شکل کلی برای سوال رسم بکنیم. 15 تا مهره داریم تو ظرف اول که 3 تاش قرمز است. این ظرف اول، اینم باشه ظرف دوم، اینم باشه ظرف سوم. خب ظرف دوم هیچ مهره قرمزی نداره، 0 قرمز داریم. حالا هر تعدادم میخواد مهره داشته باشه، ولی خب هیچیش قرمز نیست. ظرف سوم 12 مهره داریم که از این 12 تا 6 تاش قرمز هستن. ما میخوایم احتمال این رو به دست بیاریم که چقدر در واقع ممکن هست که این مهره‌ای که برمی‌داریم ما قرمز باشه. خب وقتی که میخوایم ما مهره برداریم 1/3 احتمال داره که از ظرف اول برداریم دیگه. 3 تا ظرف داریم، پس احتمال اینکه ظرف اول انتخاب بشه 1/3، احتمال اینکه ظرف دوم انتخاب بشه 1/3 و احتمال اینکه ظرف سوم انتخاب بشه 1/3. پس احتمال برای ظرف اول، پس احتمال اینکه ظرف اول انتخاب بشه 1/3 هست ضرب در. حالا اگر که این ظرف اول انتخاب شد چقدر احتمال داره که اون مهره قرمز باشه؟ 3 تا از 15 تا قرمز هست، پس 3/15 هم که احتمال داره از ظرف اول قرمز در بیاد. به اضافه احتمال اینکه ظرف دوم انتخاب بشه 1/3 هست، اما هیچ مهره قرمزی توش وجود نداره، پس غیر ممکنه که از ظرف دوم مهره قرمز در بیاریم. به اضافه احتمال اینکه ظرف سوم انتخاب بشه باز 1/3 هست ضرب در. حالا اگه ظرف سوم رو ما انتخاب کردیم چقدر احتمال داره که مهره قرمز توش در بیاد؟ کل مهره ها هستن 12 تا و احتمال اینکه مهره قرمز در بیاد هست 6 تا. پس این میشه احتمالی که ما میخواستیم. خب الان بیم ساده کاری بکنیم. این 3 با این 3 میره، این میشه 1/15. 1/3 ضرب در 0 میشه 0. بعد این 3 به 3 میشه 1، 6 به 3 میشه 2، میشه 2/12. 2/12 هم که اینجا داریم یا 1/6 در واقع. خب پس ما برای احتمال داریم پی مساوی است با 1/15 به اضافه 1/6. خب الان یه مخرج مشترک بگیریم برای هر تاشون. مخرج مشترک باشه c. این 15 ضرب در 2 شده c، پس صورتش هم در 2 ضرب بشه 2. مخرج 6 ضرب در 5 میشه c، پس صورت هم 1 ضرب در 5 میشه 5. 2 به اضافه 5 میشه 7، پس میشه 7. سیوم احتمال اینکه مهره ما قرمز باشه. خب به پایان این جلسه رسیدیم. اگر که این ویدیو براتون مفید بوده لطفاً کانال ما رو هم سابسکرایب کنید. یادتون نره. خدا نگهدارتون.